در زمانهای قدیم چوپان بچه‌ای بود خیلی با قوت و توانا و جسور و ناترس. این چوپان بچه گوسفندان چناربای را بانی می کرد و مزد می گرفت و زندگیش را پیش می برد. در این منزل گرگ‌ها خیلی زیاد بودند و زود زود بر رمه گوسفندان حمله می کردند. چوپان بچه به تنهایی جزای گرگان را می داد و رمه‌اش را ایمن نگاه می داشت. باری بر رمه او یک و یک باره 7 گرگ گرسنه حمله آوردند و جوان پهلوان با گرگ‌ها به نبرد برآمد و 6 گرگ را بوغی کرده کشت. ولی گرگ هفتم بچه را به دندان گرفت و گریخت. تو چی کار کردی؟ یک برم رو تلف دادی. تن و توشت مثل پهلوان و خودت یک تنبلی نکاری. با او در افتاد بای. دف شو، به من این خیل چوپان لازم نه. تنبل ناعهده برا. جوان رنجید، دل آزرده شد. آخر او از خردی رمه این بای را بانی می کند و صاف دلانه خدمت می کند. اما امروز این خسیس برای یک برچه او را ناسزا می گوید. کولوارش را به سر کتفش گرفت و رمه و خانه بای را ترک کرد. خیلی راه رفت چوپان بچه. صحراها و دریاها را عبور نمود و به جنگل انبوهی رسید. زیر درخت بزرگ و پیر دستهایش را زیر سرش گذاشت و خوابید. خواب دید که پیرمرد قامت بلندی به نزد او آمد و سلام داد. السلام علیکم پهلوان. و علیکم سلام پدر. ولی من کجا و پهلوانی کجا؟ گفت چوپان بچه. تو حمید پهلوان استی و من چندین سال است که منتظر آمدن تویم، گفت پیرمرد. در زیر ریشه های این درخت دری آهنینی هست و در پس این در اسب سمنده که تنها حمید پهلوان را به نزد خود راه می دهد. این اسب را بگیر و گرد جهان بگرد. دستگیر بیچارگان و فقیران باش و جزای ظالمان و بدکشان را بده، گفت پیرمرد و به دود مبدل گشت و غیب زد. جوان از خواب بیدار شد و نمی فهمید که این خواب بود یا بیداری. بسم الله گویان دست به تنه درخت انداخت و با یک زور آن را ریشه کن کرد. از زیر زمین دری آهنین پدید آمد و جوان آن را کشاد و از آن اسب بیرون آمد در زیبایی بی مثل مانند. این اسب سفیدتر از برف بود و یال و دمش و پوست تنش نرمتر از مخمل و بریشم. سمهایش از طلا و زین و بندش از نقره خالیس. در قاش زین سر و لباس بهادرانه و نیزه و کمان. حمید لباسها را بر کرد و به اسب نشست. بازو و بالایش نظر رس و چشم ربا بهادرانه. حمید پهلوان اکنون سوار اسب گرد جهان می گشت و به بینوایان و بیچارگان یاری می رساند. جزای ظالمان و بدکردارها را می داد. در یگان گوشه اگر ظالمی به بیچاره ظلم کند کافی بود که آن بیچاره نام حمید پهلوان را بگیرد. ظالمان از او قد اجلشان می ترسیدند. باری هنگام جهانگردی حمید پهلوان با پهلوانی دیگری وخورد که صاحب علی نام داشت و جوانی خوبی بود. با کجا روانه‌ای بهادر؟ پرسید حمید پهلوان. به سرزمین ترک ها. شنیدم که پادشاه ترک دختر یگانش را به تواناترین بهادری روی زمین به شوهر می دهد. می روم و بختم را می سنجم، گفت صاحب علی.
حمید پهلوان با صاحب علی همراه شد و آنها به راه برآمدند. آنها خیلی زیاد راه پیمودند. از کوهها و صحراها، از کول و دریاها، از شهر و دهها گذر می کردند و مثل پیشینه به بیچارگان کمک می کردند. مثل دو برادر با هم مهربان و یاری رسان بودند. در راه آنها با بهادر دیگری روبرو آمدند که سوار اسب سیاه بود. او از بهادران به کجا رفتنشان را پرسید و گفت: برادران، من محمد کریم نام دارم. مرا هم با خود بگیرید، برادر شما می شوم. آنها به سوی کشور ترک راه پیش گرفتند. در راه مثل همیشه به بیوان نوایان و بیچارگان کمک می کردند. برادران، گفت در نیمه راه صاحب علی، به کشور ترک باید یک نفری از ما برویم، زیرا پادشاه ترک می تواند هر سه ما را به جنگ اندازد، اما ما برادریم، با هم جنگ کردنمان درست نیست. بیایید قرعه می اندازیم. قرعه به نام کسی که افتد او به کشور ترک می رود. پهلوان ها قرعه کشیدند و آن به نام حمید پهلوان افتاد. قرار دادند که حمید پهلوان به دربار شاه ترک می رود و صاحب علی با پیراهه راست و محمد کریم با پیراهه چپ و جستجوی بخت خود می روند. آنها قرار دادند که پس از 1 سال در همین جا وامی خورند. پهلوان ها از هم جدا شدند و هر کدام با راه خود روانه شد. صاحب علی با پیراهه راست روانه شد و به جنگلی رسید. ناگاه آواز گریه را شنید و دید که دختر زیبایی را کسی به درخت بسته است. مرا آزاد نما پهلوان، گفت دخترک. اگر آزاد نکنی مرا جادوگری ظالم می کشد. جوان زود شمشیر از نیام برکشید و ریسمان ها را برید و دخترک را آزاد کرد. دختری زیبا یک نعره دهشتناک کشید و به اژدهای تبدیل یافت و صاحب علی حیرت زده را در یک چشم زدن فرو برد. اسب صاحب علی از ترس رو به گریز نهاد. محمد کریم نیز خیلی رفت و به شهری رسید و در بازار در میان مردم اسب صاحب علی را دید و شناخت. همه جا را کافت و صاحب اسب را نیافت و دانست که به سر برادرش فلاکتی آمده. زود از پس اسب صاحب علی اسب تازانده به همان جنگل رسید و او نیز همان دختر زیبا را دید که به تنه درخت بسته شده بود. مرا آزاد کن پهلوان، اگر آزاد نکنی مرا جادوگری بدکش می کشد، زاری کرد دخترک. قطره های کلان اشک از چشمان سیاه بادامی دختر نازنین سرازیر شدند و پهلوان زود شمشیر کشید و بندها را برید. دخترک نعره کشید و لرزید و به اژدهای بدخشم تبدیل یافت و دهانش را مثل غار گشاد و پهلوان را فرو برد. اسب پهلوان ترسید و گریخت. حمید پهلوان به سرحدی کشور شاه ترک رسید و همان پیرمرد را دید که در خواب دیده بود. السلام علیکم پهلوان، گفت پیرمرد. به کشور ترک نرو، به سرزمین شاه ظالم قرقیز برو. او خیلی ظالم و جاهل و خونخوار است. مردم از دست او به داد آمدند. او را بکش و مردم را از شر او خلاص بکن. او سنگ سحرناک دارد، آن را با خود بگیر. جوان سری اسبش را گرداند و به سوی کشور شاه قرقیز اسب تازاند. دیر یا زود
به این سرزمین آمد و خیمه شاهی سرخ را یافت. این خیمه شاه بود. در گرداگرد خیمه چوب به زمین کوفته بودند و در سر هر چوب کله جوانهای پهلوان را خلانده مانده بودند که به دل انسان ترس و وهم می انگیخت. جوان به خیمه در آمد. در داخل خیمه پیرزنی نشسته بود و با رشته های زرین کورپه می دوخت. از اینجا برو، به جان جوانت رحم کن، گفت پیرزن. مثل تو چندین پهلوان ها به کشتن این شاه آمدند و اما حالا کله هایشان از تنشان جدا در سر چوب ها. آه کشید او. در همین وقت صدای سوم اسب شنیده شد و جوان به زیر نمدپاره پنهان شد. شاه به خیمه در آمد. شکارت با برار بود؟ پرسید پیرزن از شاه. آهوی سفید از تیر من گریخته پنهان شد. حاضر می بینم که در کجا پنهان شده است، گفت شاه. چه خیل می بینی؟ از کجا می بینی؟ حیران شد پیرزن. در دسته شمشیر من سنگ سحرناکی هست. آن را به آب می اندازم و آن به من نشان می دهد، گفت شاه و شمشیر طلایی را که در دیوار آویزان بود گرفت و به تاس آب انداخت. آها، انا تو در کجا بودایی؟ در غار کوه. پگاه از سجانت یک تاش هم امان نمی یابد، گفت شاه و شمشیر را به دیوار آویخت و بر روی کورپه‌اش خوابید. حمید پهلوان چالاکانه از جایی پنهان شده است برآمد و شمشیر طلایی را از دیوار گرفت و تاخته از خیمه بیرون برآمد. من برای کشتن تو آمدم شاه نابکار، داد زد حمید پهلوان. دهانت را پوش، داد زد شاه. مرا تنها حمید پهلوان کشته می تواند. این را به او سحرگرانی در بارش پیشگویی کرده بودند. من همان حمید پهلوان هستم، گفت جوان. شاه دویده از خیمه برآمد و جهیده به اسبش سوار شد، ولی شمشیر طلایی خود را در دست جوان دید و از ترس دلش کفید و به زمین افتاد و جان داد. جوان به خیمه در آمد. شاه مرد، گفت او به پیرزنی هراسان. آه خدایا! پیرزن به عقاب جوان و زیبای تبدیل یافت. من دختر شاه عقابان، مرا شاه ظالم جادو کرده بود. من اکنون آزادم، گفت او و به آسمان پرید. جوان باز به اسبش نشست و راهش را دوام داد. پس از 1 ماه او به سر همان 3 راهی رسید که بهادران از هم جدا شده بودند. در سر این راه او اسب‌های بی صاحب دوستانش را دید و دانست که با آنها فلاکت روی داده. اسب‌ها او را به نزد جنگل آوردند و او باز همان دختر زیبا را دید که بر درخت بسته شده بود. مرا آزاد کن پهلوان، زاری کرد دختر. اگر آزاد نکنی جادوگری بدکش مرا می کشد. حاضر می بینیم که این جادوگر در کجاست، گفت جوان و شمشیر طلایی را به آب انداخت. سنگ سحرناک به او نشان داد که جادوگر ظالم همین دختر زیباست که دوستان او را فرو برده است. جوان شمشیر برکشید و با 1 ضربه دختر را به 2 نیمه کرد. دختر به اژدهای مرده تبدیل یافت و از شکم او صاحب علی و محمد کریم زنده بیرون آمدند. دوستان دوستشان را با آغوش گرفتند.
قصه می کنند که این سه بهادر سوار اسب هنوز هم گردی جهان می گردند و به بیچاره و بیوه‌ها و بینوایان یاری می دهند. جزای ظالمان را می دهند و از آن او ظالمان خیلی می ترسند.